مردم عزیزی از غلام، نماز میخوانید قبل از اینکه بر شما نماز میخوانم. وقتی که شما نماز را ضایع میکنید، ضایع هست بر شما نماز خواندن. نماز بخوانید تا نماز بر شما صحیح بشد. امروز حق این مریض است که برایش نماز میخوانید، چون در قید حیاتش بود، نمازی بود. جوانان، نوجوانان، رشته‌دان محترم، نماز اولین ستون دین است. بنی الاسلام علی خمس: الشهاده و اقام الصلاة و اقام الصلاة. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نماز بخوانید قبل از اینکه بر شما نماز خوانده شود. وقتی که شما نماز نخوانید